عاطفه ماما چرا جواب آقا جاسمو نمیدی؟ تا حالا 100 بار زنگ زده، الانم اومده پشت در باهات کار داره. جاسم دیگه واسه من مرد ماما، اسمشو پیش من نیار لطفا. باورم نمیشه بهم خیانت کرده، دیگه نمیتونم باش ادامه بدم. مادر زشته، با دکتر اومدن پشت در وایسادن، اومدن باهات صحبت کنن، توضیح بدن که چی شده. من هیچ توضیحی نمیخوام ماما، بهشون بگو از اینجا برن. وای خدا مرگم بده. عاطفه معلوم هست چی میگی؟ دیگه نمیخوام با جاسم در ارتباط باشم، میفهمی؟ خب همینا رو حضوری بهشون بگو. باشه مامان، باشه قربونت برم. عاطفه جاني كادو حمنا قابله يا قوشي عفون حفده نارنجي برا عشقم گفتم مع بقیه عقب نمونه. نمیخوام، اگه منو دوست داشتی میدونستی من از رنگ نارنجی متنفرم. جدی داری میگی؟ خب عیب نداره، با یه رنگ دیگه عوضش میکنم برات. خب بریم سر اصل مطلب. عاطفه جون دختر قشنگ